الو سلام علیکم. من مزاحم شما بودم از سازمان منطقه آزاد. خانم خنچایی درسته؟ بله. مادر آیه امیر محمد احمدی زاده. بله. عرضم خدمت شما که اولا تبریک بگم که بچه شما رتبه 2 رقمی رو تونستین کسب بکنه. سلامت باشین. و یه موضوعی که به امیر محمد ممتحن نگه، ما متوجیم یه ویدئویی از پدر یا مادر یا هر دوشون بگیریم برای امیر محمد که قرارن آخر هفته از دانشجویان برتر جزیره تجلیل به عمل بیاد. با تلاش خودی، البته با پشتکار حالا دور اطرافیان اینا که کمکشو که با دبیران، مدیر مدرسه آقای صالحی همیشه هستن از منطقه آزاد، از آموزش پرورش، مدیرا، معلما، اینا خیلی زحمت میکشن. برایشون معلم می آوردن، مثلا مخصوصا اون موقعی که موقع کنکور بود میرفتن به سلخ برایشون کلاس برگزار میکردن. از بچگی که خدا رو شکر مایه افتخارمون بودن بچه‌ها، خدا رو شکر، و الان که قطعا خیلی خوشحالیم از اینکه پیشرفت کرده و آرزوی هر پدر مادریه که بچه‌اش پیشرفت کنه و خوشحال باشه. خب همه خبرهای خوب رو حتما شنیدن. ما بالغ بر نیمی از دانش آموزانی که در دوره دبیرستان در سال پایانی دبیرستان درس می‌خوندند و در کنکور شرکت کردن امسال قبولی داشتیم در دانشگاه سراسری، غیر از دانشگاه آزاد و دانشگاه غیر انتفاعی، بلکه در دانشگاه سراسری، و بخش قابل توجهی و تعداد بسیار خوبی از اینها در رشته‌های بسیار خوب در دانشگاه‌های خوب و رتبه‌های زیر 1000 را تونستند احراز بکنن. من محمد ایرانی هستم، پذیرفته شده رشته پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران. مهمتر از همه دوستان، چون که من 2 تا از دوستان پزشکی آوردم و 3-4 تا هم که فرهنگیان، و بعدش اساتید، معلمان، معاون آموزشیم که بهم هی امید میدادن، هی کمک میکردن، هی از تجربه‌شون واسه ما به اشتراک میذاشتن. از کنکور گرفته تا نهایی همه چیزش رو بهمون توضیح میدادن، مثلا دفترچه چطور پخش میکنن یا مثلا نهایی چه سبک سوالاتی داره، چطور نمره کم میکنن. ما رو آماده کرده بودن از اول 11 که گفتن نهاییه. من در واقع بدون مادرم و کمک هایی که به من کرد در واقع نمیتونستم، نه که رتبه 14 حتی نمیتونم 140,000 هم باشم. شما ساکن تولایی فکر کنم، درسته؟ بله، ما توله. آها، شما اگر آمادگی تو هم عصر تیم سمت شما یه پیام ویدئویی کوتاه متوجه برای امیر محمد از شما بگیریم. بعد پدرش هم همیجان بابا شرقی دریاد نی. آها، خدا رحمتشون بکن. خدا رحمت شما بیامرزه. خیرم، پس ما اتیم خدمت شما و مزاحم شما هستیم. خیلی افتخار کنم به پسرم، به امیر محمد. انشالله که در آینده به خواسته و به آرزوی قشنگش برسه. دوست دارین انشالله محمد پزشک بشه کجا مطب بزنه؟ تو شهر خودمون. هر چقدر این حس تعلق به گذشته، به مکان و به تاریخ و فرهنگ افزایش پیدا کنه، شما دستاورد رو در همه سطوح خواهید دید. این جمله حضرت امیر که حب الوطن امرت البلدان، اگر وطن دوستی وجود داشته باشه آبادانی صورت میگیره. این وطن دوستی وظیفه سیاستگزار این حب الوطنه، ایجاد حب الوطنه. حب الوطن هم زمانی که احساس کنه این القاها و این نشانه ها آشکار بشه و پیوندهای اجتماعی و سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی شکل بگیره، آغاز آبادانیه. انسان آبادگر از همین مدرسه شکل میگیره.
نگاه مثبتی که جناب آقای دکتر پیغامی داشتن، چون خودشون هم عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی هستن توی کشور و نگاه ویژه‌ای به آموزش داشتن. از همون ابتدایی که اومدن با شعار آموزش اومدن و یکی از شعاراشون توی سطح جزیره قشم آموزش بود. ما هم جلساتی که با اینا داشتیم ایشون فرمودن که ما محدودیتی رو در بحث آموزش دانش آموزان نداریم. تفاهم‌نامه‌ای رو با سازمان منطقه آزاد در ارتباط با کیفیت بخشی آموزشی بسته شد. یک انگیزه ای رو به دانش آموزایی که در حال حاضر در مقطع متوسطه دوم در حال تحصیل هستند داد و اینا دانش آموزایی ما تونستن فعل ما میتوانیم رو صرف کنن. ما تقریبا 2-3 سال بود که پزشکی نداشتیم. امسال الحمدلله 4 تا دانش آموزای بخش شاهوهرا پزشکی قبول شدن و یه خبر بسیار مسرت بخشی که 4 روز پیش برای من بود، یه دانش آموزی از روستای شیب دراز، این شیب دراز معلم نداره ولی برای اولین بار یه دختر خانم پزشکی بندرعباس قبول شدن و برای من خیلی مسرت بخش بود. ما تونستیم در سالی که گذشت و کنکور 1404 20 نفر از دانش آموزای قشم رشته‌های پزشکی رو در سراسر کشور قبول بشن و یه نفر رادیولوژی رو داشتیم، یعنی 21 نفر رشته‌های تاپ علوم پزشکی رو به دست آوردن. ما امروز با این قبولی و با این تعداد بسیار خوبی از نخبگانی که در دانشگاه کشور در رشته‌های خوب مشغول به تحصیل شدن، آینده چند سال آتی جزیره رو می توانیم مشاهده کنیم. در کتاب کنز بپو، تینال به معنای بالاترین نقطه درخت، نال درخت، تینال به اون شکوفه میزنه، تی میزنه و اون شکوفه میزنه، به معنی شکوفه زدن. الان تازه با قبول شدن در کنکور شکوفه زدید، شکوفه هایی که باید ثمرات خودتون رو هم خودتون بچشید، هم خانواده‌تون، هم کسایی که براتون زحمت کشیدن و هم وطنتون ایران. بهترین پسر دنیا، خیلی دوست دارم. از همه جا آرزوی موفقیت در شما و اینکه واقعا خیلی دوست شما. امیدوارم که همه به این حس و حالی که ما الان داریم برای خوشحالی علی اصغر برسن.